درست بشینید و سخنان ما گوش دهید. البته پناه می طلبیم به سوی نیکی و به نام عدل و نور سر می کنیم. انسان معجزه‌ای عالی هست. و البته برای آن که به آن اصل اساسی خیش برسد، مهنت و مشقت زیادی لازم است. چندین چیزها هستند که سد راه انسان می شوند برای انکشاف و کمالات او. و البته مشکل ترین آن در جنگل فکر راه گم زدن است. اگر بتواند گوش کردن به کسانی که او را از آن طرف جنگل انبوه تفکر بیرون کنند، نباشد راه گم زدن ممکن است. پس چنین است بود و می شود که هر یکی ما و شما کسی را دستگیری می کنیم، کسی را تربیت می کنیم، کسی را استاد می گردانیم، ولی چیزی از او به ما نمی رسد. اگر ما انتظار آن باشیم که از کسی که ما او را کمک کرده ایم و آن به چه مقصدی رسیده است، انتظاری از طرف او صفتهای مثبت و عملهای خوب کردن را بشویم، این سبب ناراحتی معنی سر می شود. برای همین خدا گفته است از برای من کنید. پس هر عمل و کاری که ما و شما می کنیم، کسی را کمک می کنیم، کسی را تربیت می کنیم، کسی را یاردم می رسانیم و آن می رسد به قله های لازمی که فایده آور به جمعیت و دولت است، پس این مسئولیتی است که ما و شما اجرا کردیم. بدانید همه عملهای ما و شما قدر کرده می شود. پس داده شوید به آن حالتی که شما را فرا می گیرد و کوشش کنید که بدن خود را فراموش سازید و به نیت مشق‌های روحی بشینید که ما باز به عالم باطنی خود وارد می شویم و دنیای باطنی خود را تازه می سازیم. اول زینه یکم این به حال در آمدن است. که شما خود را در بین میانه سر قرار دهید و بدن خود را آرام و نرم سازید. سر دهید بدن خود را. تن ما و شما از 4 عنصر ساخته شده است و آن 4 عنصر در اطراف ما و شما هست. آب بدن ما و شما به اقیانوس هایی که در روی زمین است و بحرها و دریاهایی که وجود دارند و پیرخ هایی که ارض هستی اند و ابرهایی که در آسمانند رابطه دارد و از همه این آبها یک قطره‌اش در بدن هر یکی ما و شماست. بدن خود را نرم سازید و آرام باشید. البته ما و شما از جمعیت هستیم و ما و شما بی واسطه آن عنعنه‌های ملی و آن عمل و کارهایی که نیاگان ما و شما کرده بودند آنها را دوام داده ایستاده ایم.
چه در ساحه عقل که بزرگان و عالمان داشتیم، چه در ساحه جسم که رستمان و پهلوانان داشتیم، در جاده احساسات و ایجادیات و هنرپیشگی که بهترین رسام زمانی عصرهای میانه بود بهزاد. و ما داشتیم کسانی که برای وطن و ملت خود را قربان می کردند، چی اسماعیل سامانی و چی شاه تیمور و نصرت الله مخزوم. و البته ما کسانی داشتیم که در جاده روح می پیوستند شعور ملت ما را با شعور کائنات و هستی. داده شدید با حالتی که شما را فرا میگیرد، حالتی است که شما بر الله حس میکنید بدن خود را و بدن را یک جای هماهنگ با زمین سازید که قوه گراویتاسیونی یعنی جنبش کشش زمین را در خود احساس کنید. بدن نرم، ملایم و شما آرام و بدن شما احساسی قوه جنبش زمین را می کند و ما و شما از همین زمینی که اینقدر وسیع است یک مشتش را گرفته ایم و هر زمان آن را با واسطه غذا از نو می سازیم. چون آب جبیده گرفت همه آن ناراحتی هایی که در آب بدن ما و شما بودند و چون خاک زمین جبیده گرفت همه وزمینی های بدن ما و شما را، مکنون توجه می دهیم به آفتاب که زمین ما و شما را به خود می کشد و این قوه جاذبه سخت‌تر است و یک ذره آفتاب را داریم. و 37 گرادوس گرمی بدن ما و شما هم از نور آفتاب است. چون گرمی آفتاب درست شد، برابر گشت، آن وقت خنکی های گزک های تارهای عصب چه در گردن، چه در میان، چه در پایهای و دستان و چه در عضوهای باطنی بر هم میخورند. چون که گزک یعنی وسپلینی که شما تبابت میکنید آن است که 1 درجه حرارتی آن عضوها یا قسم بدن پست می شود و بدن کوشش می کند که این درجه را برقرار سازد. برای همین آدمان تب یا که تسب می کنند تا اینکه برقرار سازند حالتی حرارت بدن را و ما و شما این ذره آفتاب را حس می کنیم. سرشت ما و شما زمین آفتاب را به هم بپیوست. سلام بر شما ای زمین و آفتاب. بدن گرم شده، آهسته آهسته رگ‌های بدن گشاده می شوند، گردش خون در بدن درست می شود، درد مانند یخ آب شده، سلامتی شما روز تا روز بهتر شدن می گیرد. روز تا روز شما حس می کنید که شما دیگرگون و دیگرگون شده. سلامتی شما، آب و هوای خاندان شما و جای کار شما به سوی مثبت روانه شده است. ما و شما یک نفس هستیم. هر باره نفس میگیریم بدن ما و شما پر از هوا شده که حالا بدن را حس نمی کنید. با هر نفسی ما و شما این قوه‌ای هست که وارد بدن شده، بدن را گویا از زمین می کند. ما علم حال داریم، با آن علم را برای نگهداری سلامتی شما
و بهبودی تفکر و انکشاف جمعیت آباد خود می‌خواهیم. هر بار آدم نفس میگیرد، هوای تازه فارغ را میگیرد نفس و هر بار نفس میبرارد، هر یک عضو، هر یک رگ و پیوندی شما پر هوا شده احساس سبکی میکنه. بدن را فراموش سازید. شما هوش خود را حس کنید. هوشی که در بین معینه سر است. به یک طرف آن به بیرون و طرف دیگری آن به باطن. و شما حالا آن تفکری که دارید این تفکری است. تفکری عقلانه. و آن تفکر دیگری که در زیر شعور شماست این تفکر است که هنوز از دوره کودکی شما آمده است و شما آن را از چی پر کرده اید؟ چنین فکر میکنند و در آن حتی از بابایان اولاد گذشته شما گپ هست. چون نور روشنایی وارد آن گشت، تفکر منفی که برهم میخورد و شما مثبت آن را هر زمان به شعور خود میدهید. ببینید فکرها را که از سر میگذرند. هر یکی آن برای شما چیزی میخواهد و البته هر یکی آن میخواهد که شما آن فکر را خریداری کنید. استید. حالا یگان فکر را خریداری نکنید. آنها بازار فکری شما را پر کردند. به یگان تفکر معینه سر شما را، هوش شما را جلب کردن نمیتوانند. بگذارید آنها گذرند. میگذرند. با آهسته شما که دقت ندادید در سر خالیگی فاره می پیدا می شود و برای آنکه شما محکم کنید دروازه فکر را که به شما وارد شده ایستاده است، شما کلمه سلام را میگویید. السلام. یا سلام یا سلام. سلام بی نقصی و بی عیبی پروردگار است. آن را در شعور خود بگویید تا که بی نقص و بی عیب شوید و از جمله سالمان قرار گیرید. چون هر باری که به معنی سر خود نظر میکنید میبینید که این کلمه در سر شما ذکر شده ایستاده است و این را در علم ما بلاکیروفکا مثلی محکم کردنی تفکر است. بگذار تفکر شما حالا دم گیرد. بدن به فراموشی و تفکر آرام با آن پر شده است از بسیار کلمه زیبا که هر زمان ما یکدیگر را میبینیم بر خود این کلمه را میگوییم. السلام بر شما. بی عیبی و بی نقصی بر شما. این صفتی زیبا بر شما. چون به خانه خالی هم می‌درآیید چنین میگویید. چون خردان را میبینید چنین میگویید و احترام کلان سالان در همین میبینید. اکنون بینید که در اطراف شما با شما چی اثر میرساند. هر چیزی که در اطراف شماست به جز سخنان ما با آن حالت شما قرار دارید تفکر شما را ساختنی می شوند. حالت خود را درست بها دهید. اطراف خود را درست بها دهید. اکنون ما آن تکمچه تفکر شما را زیر می کنیم با نور و سخن که وابسته از شرایطی که شما هستید شما تفکر می کنید و شرایط خود را به سوی بهبودی
و با نظرداشت آبادی جمعیت میبرید. هر تفکری که در سر شما می آید و از آن کسی ضرر می بیند، این تفکری نادرست است. پرهیز از چنین و چون تفکر فکررانی که حالت شما را درست بها داده بهبودی خانواده شما و جمعیت و اجتماعیات شما را میارد، البته آن را در سر راه دهید. وطن انتظار تفکری عالی و موقعیتی شماست. خدا حافظ.